در ولایت ختلان دهها والدین گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت بدن به سر میبرند. یکی از آنها گلنازی 35 ساله و همسر سابق مهاجرش است که در ناحیه وخش زندگی میکنند. وجود ویروس در جسم این زن 13 سال پیش زمانی آشکار شد که از عروسیش 4 ماه گذشته بود. یک روز ماه دکبر سال 2004 باید ورقه شخصی حامله‌داری را برای فرزند اولینش در بنگاه طبی پر میکرد. میگوید وقتی خلاصه طبیبان را شنید دنیا در نظرش تاریک شد. یاد دارد که به شوهرش به روسیه تلفن کرد، گفت که دیگر زندگی کردن نمیخواهد. میگوید از یک سو حکم بیماری مرگاور، از سوی دیگر جان طفلی در بطنش بوده او را شدیداً اذیت میداد. شوهرش بعد شنیدن خبرشون به خانه برگشت و دیگر به روسیه نرفت. در خون همسر هم این ویروس تصدیق شد. همان زمان در زندگی گلناز و شوهرش دکترها نقش مهم بازی کردند. آنها گفتند که به هیچ صورت به اسقاط حمل راه ندهد، چون که شانسی سالم به دست گرفتن فرزندش زیاد است. امید تولد کودکی سالم امید زندگی گلناز شد. گلناز میگوید فرزند اولینش در بطنش 5 ماه بود که به طبابت علاوه خصوص استفاده داروهای ضد ویروسی آغاز کرد. شوهرش نیز طبابت را آغاز نموده و همین طور اولین فرزندشان را بدون ویروس به دنیا آوردند. گلناز دوزنده است. اگرچه زمستان مشتریانش کم می شود ولی تابستان درآمدی خوب دارد. 3 فرزندی مکتب خانش را از پول کارش تامین می کند. شوهرش طبق قانونهای روسیه که گرفتار HIV است دیگر به مهاجرت رفتن نمی تواند. به این دلیل شوهرش در قرغان تپه کیراکش است و درآمد زن و شوهر در یک ماه نزدیک 1000 سامانی را تشکیل می دهد. گلنیسای 30 ساله ساکن شهر قرغان تپه را همسرش به این ویروس آلوده کرد، اما زندگی او از دیگر زنان گرفتار HIV فرق می کند. شوهرش را بخشیده نتوانست و از او طلاق گرفت. در خانه پدر با فرزند 1 ساله اش که آخرین تشخیص صحتیش را در دست دارد به سر میبرد. گلنیسا میگوید ماه نوامبر سال 2016 که تازه از آلوده بودن به HIV خبردار شد، حامله دار بود. فرزندش را با برش قیصری و کیسر و سچنی به دنیا آورد. گلنیسا هنگام صحبت با ما در نزد روانشناس مرکز بیماری HIV سپید قرار داشت و از صحت فرزندش خوشحال به نظر می رسید. گلنیسا میگوید که همیشه از اینترنت درباره زندگی گرفتاران HIV معلومات پیدا می کند. آمار فرزندان سالم از افراد گرفتار HIV یا ویروس نارسایی مسئولیت بدن در جنوب تاجیکستان دقیق نشده است، ولی کودکان به این ویروس در ختلان هستند 241 نفر گفته می شود. اکرم دولتوف رهبر مرکز مبارزه بر ضد بیماری‌های HIV سپید در صحبت با رادیو آزادی گفت کودکان آلوده به این ویروس در نظارت پزشکان قرار می‌گیرند. با گفته وی این کودکان کمک پولی نیز دریافت می‌کنند. طبق اطلاع ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی ولایت ختلان در شهر و نواحی این منطقه تشخیص و خدمت رسانی پزشکان خصوصا روانشناسان برای نفران گرفتار HIV رایگان است. در مجموع شماره بیماران در ولایت ختلان 2480 نفر تشکیل می دهد که بیشتری آنها مردها هستند. مقامات بهداشت تاجیکستان گفتند که در حال حاضر در کشور بیش از 700 نابالغ گرفتار HIV زندگی میکنند که در نظارت پزشکان قرار دارند.